میگه دو برادری بود، دو برادری فارسی از بلاد خراسان که میگه اونا در دینی چی بودن؟ آتش پرستی مجوسی بودن، آتش پرستی میکردن. هر دو میگه پادشاه زاده بودن، بسیار بسیار میگه بای بچه بودن، دو برادر. و در همون قوم خود میگه پیشوای همون چی بودن؟ مجوسی ها بودن. شب میگه بسیار شبی ماهتاب شب بود، بسیار شبی صاف بود، میگه هوا بسیار صاف بود، میگه ستاره ها ماهتاب، میگه بسیار آسمان زیبا بود. برادری خورده میگه همون آتش هیزم میپرتافت، نیمی شب بود میگه هیزم میپرتافت. هر وقت هیزم میپرتافت میگه آتش علنگه زدن میگرفت، آتش علنگه زدن میگرفت، زیاد میشد. میگه وقتی که هیزم تمام میشد یا هیزم از آتش که میکشید، شعله های آتش آهسته آهسته خاموش میشدن، کم میشدن، آهسته آهسته کم میشد شعله های آتش. میگه خود به خود فکر کرد سبحان الله، سبحان الله. وقت نبود این که در زبانی من چیست سبحان الله. گفت این چگونه اله میشه؟ این چگونه اله باشه که احتیاج به همین تهذیب من داره؟ احتیاج، این محتاج به منه که من این را سیر کنم. وقتی من هیزم پردام هیچی علنگه میزنم، وقتی هیزم رو گرفتم خاموش میشه. این چگونه اله شده میتونه؟ این چگونه خالق و رازق شده میتونه که خود احتیاج به من داره که من او را رزق بدیم؟ او چگونه مرا رزق داده میتونه؟ میگه تا صبح همین امتحان کرد. میگه هر باری که هیزم میکشید آتش خاموش میشد، هیزم که میانداخت میگه زیاد میشه. صبح شد میگه برادری کلانی رو گفت برادر گفت امشب من یک چی مشاهده کردم. چی مشاهده کردی؟ گفت نسبت همین آتش، نسبت همین الهی که ما سالهای دراز شد که از اجدادامون میراث به ما آمده که ما پیشوای همین دین هستیم، آتش پرست هستیم، این مقدار عبادت میکنیم. امروز من گمان دارم که همین دین ما دین حق نیست، همین دین ما دین حق نیست، ما گمراه هستیم، در ضلالت هستیم. برادر گفت از کجا پیدا شد این فکر برای تو؟ خیلی بیا امتحان میکنیم. گفت چی امتحان کنیم برادری کلانی؟ گفت بیا هر دوان دستا را پیش کنیم. گفت این مقدار محبت و اخلاصی که ما به آتش داریم هیچ نفری نداره. بیا دستا را پیش کنیم، اگر دست ما را سوزانید معلوم میگه ما یقین پیدا میکنیم که الهی بر حق نیست. این باکی دی این که ما را از دوستاش از دشمناش ما را فرق نکنه، دوست از دشمن. این چی اله شده میتونه؟ اگر که نسوزان باز ایمانمون قوی میگرده و زیاده میگرده، باز عبادت زیاد میکنیم، او را زیادتر تقدیس میکنیم. میگه برادر گفت بیا میلوش. گفت تو که کلان هستی تو اول دست خود پیش کن، تو خود دست خود پیش کن. گفت نه من که کلان هستم تو را امر میکنم تو دست پیش کن. میگه برادری خوردی وقتی دست پیش کرد دستش سوخت. گفت خلاص بین ما و تو دوستی ما و تو تمام شد. تو امروز انیخ کردی، خودت نشان دادی اصل خودت تو الهی معبود شده نمیتونی، تو الهی بر حق نیستی، تو دیگر بین ما و تو تمام. میگه برادر کلانی گفت اگر ای برادر تو همین کار کنی، از این آتش پرستی رو گردانی دست کشی، از میراث پدر من تو رو بینصیب میکنم. گفت من از بحر میراث گذاشتم، همه رو برای تو بخشیدم. من باید که حقی خود پیدا کنم، باید من به حق رسوم، دینی حق پیدا کنم. میگه به یک عذاب ها مشقت ها میگه از اهلش گرفت، میگه زن و فرزنداش گرفت، از امو بلاد خراسان میگه سفر کرد و برآمد. دین یهودی را سنجید نشد، دین نصرانی را سنجید میگه قلبش قرار نگرفت، تمام ادیان باطله را میگه دید میگه قلبش قرار نگرفت، تا جای آمد میگه به مدینه منوره رسید. همین رو بگم برادران ان شاء الله دعا میکنیم. به مدینه منوره میگه آمد و رسید. وقتی آمد میگه روز سه شنبه بود، میگه وقتی نماز پیشین بود، دید میگه مردم همه اذان گفته شد و همه به سوی مسجد روانه شدن. وقتی صدای اذان در گوشش رسید میگه بسیار حلاوت بود. گفت این چی دین باشه؟ آمد میگه داخل مسجد شد. وقتی داخل مسجد شد میگه دید که مردم مسلمان در مدینه منوره چی مقدار چی گونه نماز زیبا میخواندن، عبادتی بسیار زیبا میکردن. میگه یک قلبش آرامیش گرفت. بعد از ادای نماز میگه از دور تماشا میکرد، نمیدونید چی دینه چی عبادته، تماشا میکرد. میگه قلبش آرام گرفت. بعد از ادای نماز میگه به مردم میگه ندا کرد، گفت من غریب هستم، من در جستجوی حق هستم، میخواهم حق پیدا کنم. شما چی دین دارین؟ این چی دینه چی عبادت میکنین شما؟ گفتن مادام که تو حق میخواهی به حق رسیدی، خداوند تو رو به حق رسانید. میگه او رو دعوت کردن، دین اسلام دوست داشت و قبول کرد.
گفت برادران من همراه زن و فرزندم هستم، اهلم هستم، مکانی ندارم، برای من یگان مکان اجاره میدادید. میگه اهل مدینه همه میگه براش یک خانه رو آماده کردن، گفتن فلان حولی که خالیه به صاحبه. میگه همه مصلحت کردن که هر نفری برای این برادر یک چیز از خودش خیر کنه. گفت من خیر نمیخوام، همون یک خانه میخواهم که اهل من داخل کنم و میخواهم به مهنت دستم پول پیدا کنم، مال پیدا کنم، زندگی پیش برم. میگه خانه رو آوردن نشان دادن، خانه جودم دیوار رو، میگه دیگه چیزی نبود، در روی چیزی دیگری نبود. میگه نه یگان فرش داشت و هیچی نبود. میگه از شما خواهش که فردا صبح مرا مردی کار بازار برید تا که من مردی کاری کنم و تا که یک لقمه پیدا کنم برای فرزندان. چند روز بود که میگه اهلش میگه چیزی نخورده بودن. صبح چهارشنبه میگه مردی کار بازار بردن تا بگاه نشست. میگه هیچ نفری میگه تمام مردی کارا رو بردن، این یک نفری توجه نکرد. بس هیچ نفری به تو میگه توجه نکرد. آمد گفت چی بگم به اهلم؟ به خود در راه میگفت که اهل وقتی پرسید میگم کارم به اتمام نرسید، کارم تمام کرده نتونستم، برای فردا مزد کار میگیرم. فردا پنجشنبه میگه باز رفت، همه مردی کارا رو بردن، کسی به این توجه نکرد، کسی به این نظر نکرد. میگه امروز هم گفت باز اهل من که فریب میکنه. میگم پگاه روز جمعه شد، صبح میگه رفت، هیچ کس به این توجه نکرد. خیلی شیش میگه کسی میگه ایره نبود برای کار. گفت میگه دید که نظر کرد آفتاب خیلی آمده، گفت وقت جمعه نزدیک آمده برم نماز جمعه رو بخوانم، خداوند برای من یگان چی میسر میکرده باشه. آمد میگه مسجد آمد داخل شد، طهارت کرد، میگه غسل کرد در مسجد، میگه طهارت کرد غسل کرد، میگه رفت میگه 2 رکعت نماز شکر وضو خواند، بعد از این میگه 2 رکعت نماز تحیه مسجد خواند، بعد از این میگه 2 رکعت نماز نفل قضای حاجت خواند، بعد میگه در سجده سر نهاد، میگه در همون سجدهش میگه دعا کرد. گفت پروردگارا تو خود آگاه هستی که من بای بچه بودم، شاهزاده بودم، به خاطر تو شده، به خاطر حق شده من چی از بحر مال دنیا گذشتم، آمدم امروز تو را پیدا کردم خدایا، حقیقت پیدا کردم خدایا، و زن و فرزندم ایمان آوردن، همه ما ایمان آوردیم، مسلمان شدیم خدایا، و تو خود میدانی که چند روز شد که زن و فرزندی من اهل من چیزی نخوردیم. پروردگارا من آخر جهدی خود کردم لیکن کسی مرا به کار نبرد. پروردگارا من چی کار کنم امروز؟ اهل خدا چی فریب کنم؟ با 2 روز شد که اونا را فریب میکنم، 2 روز شد که براشون دروغ میگم، خدایا چی بکنم؟ میگه در ناله بود، اشک میریخت و دعا میکرد، چون که وعده رسول خدا صلی الله علیه و آله که نزدیکترین مقام بنده به پروردگارش مقام سجده، شما دعا را در سجده زیاد بکنید. میگه دعا میکرد، همین حالت میگه دروازه خانه‌اش کوفته شد، دروازه کوفته شد. میگه فرزنداش وقتی دروازه را گشادن، میگه دید یک مرد بسیار نورانی و زیبا بود، در تن لباس سفید داشت، بسیار میگه رخساره منور داشت، میگه چهره های زیبا داشت. گفت میگه من مزد کاری امروزه پدر شما را آوردم. میگه برابر 1000 تنگه طلا در دستم داد. همسرش وقتی دید میگه 1000 تنگه طلا، بسیار خوشحال شد. گفت این مزد امروزه شوهر من که 1000 تنگه باشه، این البته شوهر من خیلی خسته شده، گفت چند روز که کار میکنه، من 1 تنگه شگیرم را بازاری کنم بیام. میگه به فضل همین دعا وقتی تنگه را گرفت بازار برد، میگه نزد صراف برد، میخواست او را میده کنه، تنگه های نقرگی کنه تا که بازاریش بکنه. میگه وقتی صراف میگه بالای ترازو برکشید، میگه همین 1 تنگهش میگه 1000 تنگه طلای دیگر شد. میگه به او خرید کرد، تمام لوازمات خانه‌اش خرید، همه چیز خرید و آورد. میگه شروع به طعام پختن کرد و این مرد میگه نماز خدا تمام کرد. میگه نماز جمعه شروع شد، نماز جمعه را خواند، از نماز جمعه میگه بیرون شد، میگه دید که روز دیگر بیگه میشه و دیگر وقتی کارم نیست، ناامید شده به سوی خانه برگشت. در راه میآمد میگفت اهل امروز پرسان چی بگم، چی دروغ بگم؟ بناگاه چشمش میگه به زمین رسید، گفت از زمین خاک همین زمین، گفت یک مقدار میبرم از زمین خمه ها میبرم. وقتی اهلم پرسید چی کار کردی؟ میگم آرد آوردم، کشادم که خاک، وقتی کشادم که خاک، میگم صاحب کار مرا فریب داده. میگه در همون رومال میان بندش میگه پر از خاک کرد، میگه همون رو محکم بست و میگه به خانه آمد. وقتی نزدیک خانه آمد دید از خانهش دود میبرآمد. میگه خواتین شد که خانه من که امانت من اجاره او را ندادم، کسی آتش زده. دوان وقتی آمد دروازه خانه را کشاد، میگه در مشامش میگه بوی طعام رسید. حیران شد، گفت این داخل خانه شد، همه پر از فرشها بود، میگه دیگ و طبق و کاسه بود. میگه گفت از کجا آوردین شما؟ کی به شما آورد؟ مثلا این مزد امروزه شما بود؟